Акайр гуден перешиздор перешулковой бюранко шулковой мишонаки ишин дормади айши мирафте ушла тошон Вперед головой, выносишь. А это сверху маркер нету, да? А как же? Вот сюда заработать. А как же? Давай, угостите. Все сейчас сделаем. Follow! Не получится. Чему follow? Почему не делаем? Машина, сари, там да, усмена. Не, вот мы стоп, как что мы? Я устал, усубрей, да? Берем вопрос и ему на образ. Так, где голова? Там. Вот голова. Нет. Какое имя? Где в аэропорту? تقریبا ساعت 4:30 در وطن است. حاجی چی گفتنی حاجی چی گفتنی؟ خداوند رحمت مغفرت کنه برادران همه وقت با یاد خداوند باشه. یقینا راه طریق بود توفیق بود برادر مسلمان خود بود. مقصد ما برادر مسلمان میشیم. خیلی بعد یک درس کار نمیشه که ادیبکش برادر گذاشته شد که خوش میگفتن این که ایره پیرو داشتن. های مشتاق دستار تو بگیری هر کی خوش نباشه تا که سرجم کنه روی پروردگار خودش عاقبت ما را میدونه. بعد ما با این عملی ها میبینیم بهانه کنیم. میدونه در قلب ما که پروردگار کل مسلمان‌ها برای راست هدایت کنه و خصوصا این برادرایی که ریپری میکنن سرجم میشوند شارژ کنه فهمه که نمی عاقبت نمیاد. خدا همه ما را هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله. بابا لانگاری چی گفتن است برادرها؟ ای بین این قرار مخلصشون یک برادر اومدن دو در بودن الله برکت شده. خدا صبر کرد. الله شاید که من نمیدونم. من قریب در یک سال یا قریب 100 متر یا یک ماه در 50 تا 30 تا 30 تا مورد میکنیم تا یک پروژه باشیم. من داونم شد. مقصد نیست یک زنده بود یک برادری می شروع با خدا قسم من تمام دلم چکلش وقتی دیدم خود کم زنده است. خدا صبرتون کرد. پروردگار صبر کرد. خدا صبر کرد. اینا جسد رو روی کردیم انشالله ساعت 4:05 سحر میرسه انشالله در وطن. نه فهمیدم. اینا با دستگیری بابای لانگاری کنسر برادر اومد. پولی بلیت چه افیشت کابد ما با چشمم دیدم. نه اینا پولی بلیت چه برابر داد اینا هم برادر باید زنده شد باید روی میکرد الله برکت شده. خدا صبر زنده باشه با خدا ما دیگه گپ ندارم. همین برادر چون عزیز ما برادر ما روی کردیم. خوب آقا جان پناه خدا روی کردیم اینا بابای لنگری خدا نگهبان تو باشه این اکه شورت اکه خالو این تقایش بلیت گرفتیم ان شاء الله همراه مایت ساعت چند میپرن ساعت 4:30 در تاجیکستان میشه ساعت 4:30 سحر در تاجیکستان میشه ان شاء الله خدمت که رفتنی جنازش روی همدردی کنه. خدا نگهدار بابای لنگری از واسه کی دفنه ما میره. خدا نگهبان تو موشه برادرای عزیز در حق برادر دو سلام کدومتون برادرها چی خیر کردن ادوشی ببخشن در حقش دعا کنن یگان فکرای ناجا نکنن خداوند همه تا نگهبان شو بابا. ما یور رفیقی را بوار کن در همه جدیدم همون گپ إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم.